شام 7 آگوست سال 2023 در نزد کریر بوگرووا در کنار شمال شهر وسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه با اشتراک 10 نفر از جمله مهاجران از تاجیکستان زنازنی گروهی با کارزنی و تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی در جریان این زنازنی دست کم 3 نفر، یک ساکن پتربورگ و 2 شهروند تاجیکستان جراحت برداشته 40 نفر را دستگیر کرده به شعبه 128 پلیس بردند. نشریه ساروکسدموی کانال با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که 2 نفر را با زخم‌های کرد و سلاح به بیمارستان آوردند و بعدا باز یک نفر خودش مستقلانه برای کمک طبی به طبیبان مراجعت کرده است. به گفته منبع این نشریه، ساکن 63 ساله پتربورگ را با زخم‌های زیاد در قسمت شکم و دست و پا از جمله با زخم‌های سلاح آتشفشان و زخم‌های کرد در بیمارستان بستری کردند و طبیبان وضع او را میانه وزنین ارزیابی می‌کنند. شهروند 33 ساله تاجیکستان را با زخم پوشیده کوسه‌خانه سر، زخم‌های زیاد کرد در بیمارستان بستری کردند. طبیبان وضع این مهاجر تاجیک را وزنین می‌نامند. بعد چند ساعت زنازنی برای کمک طبی به بیمارستان یک شهروند 30 ساله تاجیکستان مراجعت کرده است. بعد رساندن یاری طبی این مهاجر را از بیمارستان جواب دادند. در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی گشوده شده است. در عموم 40 نفر دستگیر شده از جای حادثه 4 تیر و 2 کرد یافته گرفتند. سبب مناقشه هنوز روشن نیست. یادآور می‌شویم شب 31 ایول سال 2023 در نتیجه زنازنی بین تقریباً 10 شهروند تاجیکستان در شهر چیخوف ولایت مسکو 2 جوان از ناحیه فیض‌آباد، دلیر تغایف و دلیر یوسپوف با ضربه‌های کرد کشته شدند. با اتهام کشتار هموطنانش 4 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. سبب این مناقشه خونین تا حال ناروشن باقی میماند.